حضرت عبدالرحمن جامی میگن که هر که شد زهری قبله بر تو پدید که به آوردن نبی گروید گرچه صد بیعت و خطا و خلل بینی او را ز روی علم و عمل مکن او را به سرزنش تکفیر مشمار ز اهل نار و سعیر. یعنی حق ندارد که یک انسان یک خطاگی کند، یک کاری گناه صادر کند، یک گناه کبیره کند، یعنی به یک کافر شدی گفتن و حق ندارد گفتن. از برای همین محترم اهل جماعت، خب اکنون ما شما به همین مسئله هایی که امروز بسیار یک داغ روز است، یعنی خطر دولت است، خطر ملت است. خب جوان های تاجیکستان هم همین چیز رو بعضی گرفتار هم شدن، ببینید چقدر محبسی شدن، یعنی چقدر عقیده‌شان ویران شد، غیر مذهب رفتن. اکنون محترم اهل جماعت، همین راهش چی است؟ میگوید که راه یکی است، راهی راست تربیت خوب، اخلاق نیک، هدایت. با راه راست تعلیم و علم‌های معاصر، آموزاندن تکنیک و تکنولوژی نو. ثانیاً با خبر بودن از حال و احوال فرزندان، دور نماندن فرزندان، دور نگاه داشتن آنها هم صحبت، یعنی از صحبت با همنشینان بد. یعنی این چیز محترم اهل جماعت بسیار چیزی مهم است. یعنی ما همین چیز با اینقدر اعتبار نمیدیم. اصلا میگویم که این دو روز است که حیات است، چنان باید روزیست که به خلایق کم و بیش ثنای برسد. وقتی رفتن که رسید، چنان باید رفت که از بیگانه و از خویش دعای برسد. گرد نیکان بگیریم، پسر نوح با بدان بنشست. پسر نوح با بدان بنشست، یعنی پسر حضرت نوح با بدان همنشینی کردند و یعنی دوزخی شدند. سگ اصحاب کهف روز چند گرد نیکان گرفت و مردم شد. یعنی پسر نوح علیه السلام گرچنده که اهل پیغمبر زاده بودند، لیکن چی شد؟ حضرت نوح علیه السلام وقتی که کشتی به دعوت کردند، پسر نوح کشتی به نآمد. گفت که من کشتی تو به نمیرم، گفت من آب کشی میدونم، خودم آب کشتی خلاق میشم، لیکن آب غرق کرد. لیکن سگ اصحاب کهف روز چند گرد نیکان گرفت و مردم شد. یعنی همین همنشین شدن یعنی یکدیگر به بسیار تأثیری کلان دارد. یا انسان از یک کس تأثیر میگیرد، خب یا یک کس به تأثیرش میگذارد، یا یک جماعت یک انسان به تأثیر میگذارد. از برای همین پیغمبر علیه السلام یعنی سخن مبارکشان بیان کردند که یعنی شما باید همنشینی نیکان شوید. خب باید که چون پیغمبر علیه السلام میفرمایند که المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالف. یعنی شما نگاه کنید که خلیل گفته دوست میگن، کی کتی دوستی میکنید، کی کتی همنشینی میکنید. یعنی دوستی کردن البته بسیار چیزی نازست، دوست بودن، لیکن همین دوست انتخاب کردن که باید دوست آیا ارزنده هست، آیا چنانه که حواریون یعنی حضرت عیسی علیه السلام صحابهشون حواریون میگن، حواریون از حضرت عیسی علیه السلام سوال کردند که من نجالس من یذکرکم الله رؤیته یزید فی علمکم منطق و یرغبکم الی الاخره عمل. حضرت عیسی علیه السلام صحابهشون گفتند که من یذکرکم الله رؤیته، یعنی شما یک کس که همنشینی کنید که و شما به آخرت یعنی که خبر تید، یعنی از آخرت شما دور نسازد و شما با حکمت گرداند، یعنی که از حکمت دور گردانده جاهل نکند شما و شما آخرتتون آباد کند. یعنی همین خیلی آدم که شما همنشین شدن و غیرت کنید. از برای همین میفرمایند که هر کی با دونان نشیند همچو دونان دون شود، با خردمند نشیند عقل و افزون شود. گاو و خر را گرب و بندی هر دو در یک آخوری، رنگ دیگر گم نگردد طبع دیگر گم شود.
یعنی هر کی با دونام نشیند همچو دونام دون شود. یعنی هر انسانی که آدم‌های بد کتی شنیدگر همونها باید بد میشد. اگر با خردمندی نشیند عقل او افزون شود. گاو و خر یک آخر به بندن رنگ گاو و خر تغییر نمی‌یابد، لیکن خلق و رفتارش تغییر می‌یابد. هر کی خواهد هم نشینی با خدا گل نشیند در حضور اولیا. یعنی کسی که خواهد که خداوند کتی هم صحبت و هم نشین باشد، اولیاهای خدا کتی هم نشین شود. برای چی خداوند سوره یونس رو بیان کرد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم و لهم یحزنون. آگاه باشید که اولیاهای خدا و فردا روز قیامتند یگان خوف و غم نیست. از برای همین محترم اهل جماعت دلا نزد کسی میرو که او از دل خبر دارد و زیر آن درختی رو که آن گلهای تر دارد. از آن گویم به نیکان زود آمیز اگر پا داری از بدان زود بگیر. یعنی ما شما باخبر باشیم که فرزندای ما شما اصلا محترم اهل جماعت این بچه‌هایی که همین تکفیری شدن، سلفی شدن، وهابی شدن، آنها خود از خود نشدن. آنها با یکی همینها همنشین شدن، یعنی که افراطگرا شدن اول. یعنی افراطگرایی چیست؟ چندین مرتبه بیان کردیم این افراطگرایی اصلا افراطگرایی از حد گذراندن. یعنی پیغمبر علیه السلام میگه خیر الامور افسطها، هر یک چیز بهترینش همین میان جا، همین دینی ما شما یعنی میان جا. 5 وقت نمازتون رو خوانید، روزتون رو دارید، خب اگر پولتان باشد و نوبتتان رسد حج کنید، پولتان نصاب زکات برسد زکات ندید. انا پیغمبر علیه السلام با آمده یک کس گفتن که شما زیاده کنید، گفتن زیاده گفتن که پیغمبر گفت شما نمازهای شب خوانید، شما نمازتون زیاده کنید. انا اکنون محترم همجا اگر شما زیاده میکردگی باشید شما یاد خدای بسیار کنید. خداوند ما فرمان میدهد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا فسبحوه بکرة و اصیلا. خدا میگه که آنانی که ایمان آورده اید شما یاد خدای، ذکر خدای بسیار کنید. مقصد همین شبانگاه هم روزانگاه هم همین شما یاد خدا کنید. کسی که یاد خدا میکنه البته باید پروردگار با نزدیک شده رفتن میگیره. محبت پروردگار اعوذ بالله یحبونه یحبهم و یحبونه، یعنی خداوند دوستداری بنده هاش و بنده ها هم دوستداریش خداوند زاید شده رفتن میگیره. انا همین دوستداری که انسان یعنی اولیای خدا میشه. اکنون محترم اهل جماعت عجیب آن است که مسلمانان در قرن‌های هشتم، نهم یعنی تجسمگری خلق و آداب دانش تفکری عالی انسانی بودند. خب تعصب دینی یعنی نفرت همین سکسکی سالهای آخر مابین مسلمان ها بسیار شد. ببینید زمان حضرت رودکی میگن که چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند و دین نیست فراموش. این تیغ نه از بهر ستمکاران کردن، انگور نه از بهر نویز از پسر خوش. عیسی برای دیده که کشته فتاده، یعنی این تیغ برای کشتن یک کس ساخته نشده است، برای محافظت خودتان. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس تا کس نکند رنج به در کوفتن موش. حضرت رودکی میگن که تو یک کس انگشت کتی درش نکو، اگر تو انگشت کتی که باید موشتش کتی میکوبد. از برای همین ما یک کس به زیان نرسانیم، یعنی که هیچگاه مردم تاجیکستان زیان رسان نبودند. یعنی حضرت شیخ سعدی درباره فردوسی همچنان میگن که همون دو مصره بیت میبیارن که میازار موری که دانکش است که جان دارد و جان شیرین کش است. چه خوشگفت فردوسی پاکزاد، چه خوشگفت فردوسی پاکزاد که رحمت بدان تربتی پاک باد. میازار موری که دانکش است که جان دارد و جان شیرین کش است. همند جان شاید یعنی خلق تاجیک، مردم تاجیکستان،
فرزندای تاجیکستان هیچگاه یعنی تروریست نبودن، یعنی که تروریست شده هم نمیتوانند اگر به شرطی که مفکورشون ویران کرده، مغزشویی کرده، یعنی که همون تروریستی به نبرند. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. دعا کنیم که خداوند مهربان همه ما راه راست به هدایت کنه، هیچ یک که از ما خدا گمراه نسازد. الله اکبر.